بچه‌ها چطوری؟ به چنلتون خوش اومدید. اول از همه لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، سنگولرم فعال کنید. من دیروز همون رفتم، شب یعنی همون رفتم و یک شب رفتم همون. به به عالی. خوش بچه‌ها، پس با من همراه باشید تو ادامه ولاگ. بچه‌ها خیلی یه بودم که نشسته بودم گفتم حالا دلم موامو اصول کنم درست میکنم اینا یه بیگودی ببندم جلوی موامو. الان من موندم موامو صاف کنم یا فت. بچه‌ها موام بده مجبورم صاف کنم. بچه‌ها من آماده شدم، موام درست شد. تصمیم گرفتم صاف کنم چون فرش بدجور شده بود. اینم استایلمه، پادگان. No God please no no شلوار مشکی، نیمزیب و تیشرت. آقا من روزا محصول خریدم. اول دارم میشه روزا محصول بگیرم بعد دارم کیک بگیرم. اینجا محصولم گرفتم تو چیکار گذاشتم فعلا اینو تو یک کرم خریدم با یه بغلم که بغلم رو قبل ازش خریده. بغلم قبل ازش خریده. الان بریم کیک بگیرم. بچه من اومدم اینجا کیک بگیرم. خیلی خوشگله. کوه چه بمسیه بچه من کیک رو گرفتم، خیلی خوشگله. بچه ها ببینین این از اینجا گرفتم. ببینین من اولین بار دارم از اینجا کیک میگیرم، تا حالا از اینجا کیک نگرفتم. در نمیخواد یا بله چرا ایوریه به دیواره نخوره یا امام زمان. نگاه کنین چه خوشگله. بچه ها من گفتم اول بذارم این برنجمون به جوش بیاد، خب بعدش برم سراغ درست کردن شمع ها. بچه ها ما الان این کیک رو دیدیم. بذار من اینو از جبه درش بیارم. باید خیلی آروم رفتار کنیم. کیک کوچولوه. بعد بچه ها قیلت شو بهتون بگم موزیک. بچه ها خب میخواستم قیمت رو بگم. آهنگ اومد یو من مغزم رفت. ها این با تنفر من اینجوری درست کردم. قرنستان قشنگ شدم. اونم میزه الان ساسیه و خانم داشت من قبل 2:30 میاد. باید باشم از قسمت اول ببینم. ندیدم به بچه‌ها یوتیوب فقط کلا ویدیو یوتیوب اینم بادکنکات، اینم ساب توله. چه دیدیم اصلا در زمال ایده عکس میگرده. خدایا کیک خوشگلی خریدم. 300 تومن میارزه. باید ببین مزهش جوره. تولدت مبارک تولدت مبارک. بیا شمع رو فوت کن تا سال زنده باش. دوباره بیا برسیم ها. شو باش پیزی شو باش. سه دو یک. دیگه ادامهش نبر که بریم جای خوب. لیلی بخورش. آها جا بخون دوستش برو داب. نه بچه چیشی کنم بیرون الان. اومدیم کافه باسمن و دارم کیفی میخوریم. آنست کافه بچه‌ای آقای اومد برامون زنه زیبا خون. مردم با کافلاشون اومدم. من و آسمان اینجا اومدیم با بخاری نشستیم. این صحنه شاید براتون عجیب باشه ولی این نقدر تلخ بود.
ما مجبور شدیم این کارو کنیم. الان یارو میاد میگه احمقا کشن بابا برو گم شو. نکبت چنده میخوریم بچه همه مرسی که تا اینجا این ولی کن همه رو بگیم من حضورت پنجشنبه که خیلی به نظر من خوش گذشت، خیلی جالب بود ولی شنبه اصلا نمیدونم خوش بگذاشت. امتحان دارم، امتحان رو بکنم مرسی ویدیو همه ببینید حتی چند سکن لایک کن ببینید با من خدافظ.